ببینین کجا دا موننده همینجا شای اسماعیل سلیمانی هممون میدونیم صد برگ اینا صد برگ اینا آبادی وطن تماشا کنین اینجا دفاکتو میگن وقتی پیش شکلات نیچه میگفتن برادران عزیز دنیا رکلامه خواستم که بازم رکلامه شرکتی مویدین برای گذاشتن گرانیچه این رقمشون مرامت زنگ بزنین آفیسیون مترو ودنی استادیوم مرامت برای گذاشتن گرانیچه. سلام برادرای عزیز موافق طلب سرشمار شما فقط میگن که دوشنبه رو بنوار بگید دوشنبه رو بنوار بگید دوشنبه رو بنوار بگید چیستم هم دوشنبه رو اندرز برای شما بنوار میگیرم و میمونیم اینا پاورات ایرپورت شاردامای پاورات ایرپورت اینا برای تماشا کنید این آبادی رو بینیم برادران اینا آبادی رو بینیم اینا اون طرف تا ماشین های طرف تا مردم اینا سلام علیک سازه بچه ها اینجا کارتان خوبه این نباشد این نباشد اینا همین پایون هم خیلی میرین تماشا کده رفتن میگه میشه بچه ها اینا برادرای عزیز دوشنبه اینجا چی نشته که فیض آباد چی؟ فرودگاه بوده ای فرودگاه مرکز این دیده ختون خیلی برادرها همین تا پایان میریم برادرها حلاوت میبری خیلی بستیم بچه ها یکم جای غیبت و تعریف و تنقیط و تفسیر روش نیست ختون بینین کجا دا موننده همینجا اینجا فقط دوشنبه دا موننده یکم روی دنیا دا دیگه مونند نیست دوشنبه سیتی اینا برادرو تماشا کنه چیسته برای شما اینا اگه اینجا شاو دا بیا بود خلطت میکفه تلخت نه میبینی حلاوت میبری تمامی نمود سویت موزیکا و تمامی چیاش هست اینا برادرای عزیز برادرها تماشا کنید خیلی همیخه تا پایان تا صد برگ همیخه رفتگه اوس پایان تا تنکره این وطن آباد داریم شکر خدا در یک صلح و صلاح زندگی داریم به عدد شکر اینا تماشا کنید حلاوت ببرید اینجا تلکو نمیشه که تلکو خیلی برادر با رفتن میگیریم من برای شما تا پیشی بابای اسماعیل سلیمانی رو میرم تماشا کنید و حلاوت ببرید سلام علیکم هستن اکوت اینجا کارو خوبه برادرای عزیز من اینجا را پیشی صد برگ هممون میدونیم صد برگ اینا صد برگ اینا آبادی وطن تماشا کنین اینجا را هممون گردیچه دوشنبه میگیم اینا برادرو اینا خیلی ساعت همه را میدونم همه ساعت هم یک روی که دیگه موافقی طلب شما اینا هاپ هاپ اینا دوشنبه جان رو تماشا کنید اینا این طرف پایان هاپ اینا تمام میکنیم این طرف اینا طرفی اینا پول رفتگی او میریم بچه ها میریم
اینا دوستان عزیز، اینا مگزین چوم، اینا با رفتن میگیریم با ابرد نه. اینا برادرای عزیز، برادرای قدردان، زمستان همه قش خوبه که درختها برگ ندارن، اما جا را میبینی مقصد به تای درختها. با زمستان کشید، تابستان کشید که بهار کشید با هم گل میکنه دیگه نمیبینی. با خیلی اینجا دفکت ها میگن. وقتی پیش شکلات نیچه میگفتن این لباس های برندی، لباس های زور زور در همینجا میفروشن برای کودک ها، برای مردک ها، برای زنک ها. اینا پیش بابای اسماعیل سامانی دختان بینید چقدر دامای بلندی خوشرو زمانوی. اینا برادرها، اینا شاه اسماعیل سامانی. خب برادرای عزیز، این ما هم تماشا کردیم، شما هم تماشا کردید. خداوند برکتتان بده، خداوند دولت دنیا رو در طور سرتان بریزون. سربلند و خوناباد باشی.